محفل با شکوه و معنوی. این محفل به مناسبت فراغت 55 تن از طالب العلمان از دارالعلوم شیخ عبدالقادر جیلانی و دارالحفاظ معرفت ولسوالی امام صاحب برگزار شده است. بنابر گفته مسئولان این دارالعلوم، پنجمین دور فراغت این دارالعلوم و دارالحفاظ است. پنجمین دور فراغت حافظای قرآن عظیم الشأن و شعبه کتاب ذکور و اناث که الحمدلله امسال 55 نفر از ذکور و اناث از شعبه حفظ، تجوید و کتاب فارغ داشتیم. لطف عنایت الهی آبرومندانه و در فضای بسیار صمیمیت و صفا سپری شد. حافظانی که امروز دستار فضیلت بر سر نهاده اند از این موفقیت خوشحالند. آنان از امارت اسلامی خواستار فراهمسازی زمینه تعلیمات بیشتر هستند. و آرزوی من از امارت اسلامی است که در بخاطر حفاظ کرام و علمای کرام مدارسی جور کنند و تشویق و ترغیب حفاظ کرام و علمای دین در دنیا و خصوصا در افغانستان حمایت و همکاری کنند. تا 3 سال قرآن حفظ کردم، بسیار خوشحال هستم. از حمایت اسلامی میخوایم تا زمینه بهتری برای ما بسازه. از سوی دیگر عالمان دین حاکمیت امارت اسلامی را باعث رشد علوم دینی در کشور دانسته. میگویند ترقی و پیشرفت کشور وابسته بر رشد علوم دینی و عصری است. فراغت حفاظ کرام در هر اماکن مقدس برگزار میشه. الحمدلله نتیجهش همین است که بسیار از ملت از پیام الله باخبر شدن. الحمدلله قرآن عظیمشان در هر مکان آغاز هست، صدای قرآن بالا میشه. این در حال است که تا 1 ماه اخیر در کندوز صدها تن از جوانان بعد از مزین شدن با علوم دینی و قرآنی در مدارس این ولایت دستار فضیلت بر سر نهادند.